الکی کیکه. چیزی میخواستم بگم خیلی جالب بود. چی؟ نکنه خصوصی یادم شد برادر. اینا میخوام برن کدو بگیرن. نه بالا. خولن اینا حسینو ببریم دندون. اینو بفرست برام. نه اصلا نگرفتی. اینا بچه‌ها کات بکنید برام باباش بفرستید بفهمن. When I'm with you it all feels different. When I'm with you it all makes sense. And I know you to feel no different. مو بگی جون تو مو بگیر. ماه بچه‌ها ماه این یه ماه ای کامیون قاقاته. دل من سیاسلی آبی رو خیلی دوست دارم. آقا حسن اسماعیلی. او حسن اسماعیلی. داشت اصلا خوبی؟ کارتم دایی کجایی؟ نه همین خوبه داری شما نمیخوره ولی خیلی چیزه چی میگم؟ داغون شدم خیلی اینجا خیلی خوشگله. چقدر اینو برادر؟ قربانه این 12 میشه توشو خالی کردی نه؟ آره خوشگش کن. چی میکنی از وسط؟ نه میخوایم نه سالم بمونه. یه تحصیلش کنیم. بچه‌ها کدو رو گرفتیم. البته از اون مغازه‌ای که فکر می‌کردم اون پیدا نکردیم خیلی خوشگل بود ولی جهنم. سلام. می‌خواستی مزاحم ویدیو گرفتن ما بشی؟ خانم. میای کدو بسازیم؟ این دو تا رو دست زیاد کنی در حد یه خط نازک همون جایی که کات خورده رو همون جایی که برش خورده رو پاک می‌کنی. البته اینجوری مارتی روش می‌ده. بچه‌ها این قرار بشه کدوی هالووینمان. خب بچه‌ها ما رفتیم اینو طبق ویدیو که دیدید خریدیم. هوا خیلی سرد بود یخ زدیم. الان اومدیم اینو چیکار کنیم؟ تبدیل کنیم به کدوی هالووین. از اینجا میقاطیمش. این میشه کلاهش، این میشه چشش، این میشه دهنش. اینجا چشش میشه خود اینجا این کلاه کدوه. میریم خلاصه دیدش. نه دیگه این چشش میشه. خوب هماهنگ کردیم. وسایل مورد نیاز. چاقو حلقه‌ای. چاقو چیز همزن تنها که سریال من سینمایی دوست دارم. از اون ور دور میشه. اوه لگن قرار بود تو لگن ببریم. قرار بود تو لگن خالی کنیم. هیچ ریلکس برادر ریلکس. من اینا نگاه میدارم تو بزن دست منو نبری. چیز چه بد بریدیم. واسه یه وقتی که بکنم طالبی خربزه اینا میده. میخوای بکنی؟ بعد خوش کن پیشونی من خوش کن. بچه یه ویدیو دیدیم با این خالی میکرد. ببین این اینطوری نیست. بچه آهنگ قلقلی حمده. الان ما اینا رو توشونو کندیم. باید بذاریم که خوش بشه. فردا میایم برش مرشاشو میزنیم. حالا یه سری طرحا داریم براش. برو بریم برای فردا. بچه‌ها الان فردایه. بچه‌ها الان اومدیم چیکار کنیم؟ اگه گفتی او مای گاد اینو گذاشتیم خوشه. روش این طرحا رو بندازیم. بریم برای برش. چشم اول در اومد. ما کدوی هالووین داریم. بسه مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. نه کاسخل هنوز مونده. میایم کاسپلیمون رو میکنیم. این یه جای خوشگل میذاریم روشنش میکنیم سکسی برمی‌داریم با آبجیش. زنش هم بریم دیزاین کنیم. این شوهر ساموراییشه. لیلا و علی اکبر. ببینم جمع برگشتی. به نام خدا. نفله من اصلا یادم رفت خیلی وقت. خفت شو. حالا یه به نام خدا. ببین جان گردن تو بگیرم.
چه غلطی داری میکنی؟ سانسورت میکنم کلا. ما که نشستیم اینجا معنای هالووین رو بفهمیم دستتو بردار از رو کاغا. این چه کسیریه؟ این چه کسیری احمقانیه؟ صبر کن. یه حاله هایی از آینده میبینم. به کی؟ ببخشید استاد. واسه یه دفعه داره بهم الهام میشه. یه حاله هایی از آینده. الهام شد. الهام نشده هنوز با بیشتر انگشتش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. هالووین به معنای شبهای قدیسان. شب قدیسان به معنای شب قدیسان، جشنی است که در 31 اکتبر در شامگاه مراسم روز همه قدیسین از آیین مسیحیت غربی برگزار. یعنی مسیحی شرقی انجامش نمیدن، ولی شهداشون این مراسم رو میگیرن. سواد که نداری که، بده خودم بخونم. من یکم خاص بده. نمیبینم. نخستین روز از آهالان توینده، جشن‌ها، مهمانی‌های بالماسکه. اینو بلدم، بالماسکه یادمه. ساخت کدوهای هالووینی. دقیقاً اینا ما کاری ساختیم. انجام آتشبازی. آتش هم کردیم تو شاتیشه. خواه درست شد. بعدی عباس جمشید. ما روح بودیم. تو روحی، من یه دوز دریایی. تو روحی. با من نگو، با من درست صحبت کن. خفه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. چه دیگه مسیحیه؟ یه ورد میخونم گوشیا. بخون. واضح هستی ورد جواب نمیده. برای آخرین بار برای هالووین دعا میخونیم برای مردم. دستا بالا. دستات به دعاه. آره. خوبه. انشاءالله همه مریضا شفا پیدا کنن. الهی آمین. هرچی نوب سگ از این دنیا بمیره. الهی آمین. ایشالله حسین هیچ گویی تو زندگیش نشه. الهی آمین. ایشالله تمام بچهای توی خونه که دارن ویدیو میبینن سلام شرف شد. Yeah. Yes. Man, kissing, name corner mute.